پس با این تفاسیر ما در آینده خواهیم تونست مغز کسانی که فوت میکنن رو آپلود بکنیم رو کامپیوتر. و اگر این کار رو بکنیم بعدش چه اتفاقی میفته؟ فرض کنیم که ما این کار انجام دادیم، مغز رو آپلود کردیم، مغز این پیرمرد رو آپلود کردیم و تمام ارتباطات و مسیرهای عصبی که از پوست و جاهای مختلفش بود رو وصل کردیم به کامپیوتر. به جای اینکه پوست این سیگنال ها رو درست کنه، به جای اینکه چشم درست بکنه، همه اینها رو کامپیوتر شبیه سازی میکنه و میفرسته داخل مغز. توی بازی های کامپیوتری چه اتفاقی میفته؟ ما یک عینک سه‌بعدی میذاریم رو چشمون و صدا از تو گوشمون میاد، یعنی اینکه مستقیما وارد جهان مجازی نمیشیم، از طریق چشممون اون جهان مجازی رو میبینیم و میشنویم، ولی هنوز پوست و مزه و بویایی و اینا هنوز نیست، هنوز با تمام وجود وارد نشدیم. ولی تو این حالت دیگه با تمام وجود وارد جهان مجازی خواهیم شد. به زندگی جدید خوش آمدید. خب این پیرمرد دیگه پیر نیست، جوان شده، چون پیرا رو قرار نیست راه بدن تو بهشت، همه جوان میشن. دنیا رو هر جوری که دلتون بخواد اونجا میتونین طراحی بکنین برای خودتون. کسانی که معلول هستن میتونن به زندگی عادی خودشون برگردن. کسانی که نابینا هستن، کسانی که ناشنوا هستن، مشکلات مختلفی دارن، همه میتونن، البته بعد از فوت، بعد از اینکه زندگی عادیشون انجام دادن، اون زمانی که آپلود خواستن بکنن، دیگه محدودیت ها رو نخواهند داشت و میتونن اونجا جوان، شاداب به زندگی خودشون ادامه بدن. ناحیه بروکا و ورنیکی مغز رو میشه گسترش داد، به همه زبونهای دنیا میتونیم صحبت بکنیم. دیگه تعصب نژادی نداریم، تعصب ملی نداریم. رنگ پوستتون رو به هر شکلی که دلتون میخواد میتونید تغییر بدین، چهرهتون رو. این چیزا دیگه بی‌معنی میشه. تخیل کنین، تخیلتون رو ول کنین. میتونین سوار اسب سفید بشین، تو ابرو پرواز بکنین. حتی میتونین تو اون فاصله با اسبتون هم صحبت بکنین. هر چی که تخیل بکنین میتونه اتفاق بیفته. میتونید با حیوان خانگیتون صحبت بکنین اگه اونم آپلود کردین. اونم میتونین مغزشو گسترش بدین و احساساتشو باهاتون مطرح بکنه. میتونین تبدیل به ماهی بشین، به پری دریایی تبدیل بشین، تو آبها شنا بکنین. میتونین تو کارتون ها زندگی بکنین. اگه حوصلتون هم سر رفت، احتمالاً یه ولومی داریم اونجا که بتونین لول حوصله سر رفتنتون هم تغییر بدین. میتونین به AI بگین که به من یه میز پر از میوه نشون بده. میز پر از میوه، انواع اقسام میوه هایی که تا حالا ندیدین، مزه هایی که تا حالا نچشیدین. برمی‌دارین ولوم موز رو تنظیم میکنین، شیرینیشو کم و زیاد میکنین. AI هایی که الان وجود دارن هنوز خودآگاهی ندارن، ولی ما احتمالاً تو آینده خواهیم تونست AI هایی داشته باشیم که خودآگاهی داشته باشن، طبق همین نظریه سیستم ها. و اون روز ما باید خودمون رو آماده کنیم. الان AI داره خیلی پیشرفت میکنه، مغز ما نمیتونه به پاشون برسه، پس ما بایستی که مغزمون رو گسترش بدیم تا بتونیم پا به پاشون راه بریم. دوستای ما AI ایجنت های معمولی فعلیمون هم میتونن باشن، یا میتونن AI هایی که خودآگاهی احساس میکنن باشن. خب اینی که ما آیا میتونیم دو آینده هوش مصنوعی خودآگاه داشته باشیم، سوالی که احتمالاً بعداً یه مقاله در موردش داشته باشم. شراب‌هایی وجود خواهد داشت که وقتی اونها رو میخورین نه سردرد میگیرین و نه عقلتون ضایع میشه. من سال 2007 به اینجا که رسیدم تمام موهام سیخ وایساد، به خاطر اینکه این رو یه جای شنیده بودم. یه لحظه گفتم صبر کن ببینم، این که همون متنیه که توی یکی از کتاب‌های مقدس دیده بودم. سوره واقعه آیه 19. از آن شراب بهشتی نه دچار سردرد میشوید و نه عقلتان را از دست میدهید. خیلی عجیب بود. اینو که قبلا پیامبرا گفته بودن. نکنه من دارم در مورد پیامبرا اشتباه میکنم.
نکنه پیامبرها رو نه دوستانشون درست شناختن و نه دشمنانشون. اصلا حرف اصلی پیامبرها چی بود؟ چه پیامی میخواستن به ما برسونن؟ جریان چیه؟ اصلا صبر کن ببینم، شما بهشت رو بدون صنعت سینما، بدون صنعت گیم، بدون صنعت سرگرمی، بدون اینترنت میتونین اینا رو بدون اینجور تکنولوژی ها تجسم کنین؟ بدون هنرهای امروزی، بدون علم و دانش، بدون هوش مصنوعی. قراره اون وقت تو بهشت اگه اینا نباشن بریم چی کار بکنیم؟ اصلا مگر نه اینکه این سیب نعمت خداست. آیا خدا این سیب رو با دست خودش الان به من داد؟ این سیب از طریق کشاورز، باغبان، فروشنده به دست من رسیده، از طریق انسان. مگر نه اینکه وقتی مریض میشیم میریم پیش دکتر، اون سلامتی که برمیگرده به ما نعمت خداست. آیا خدا مستقیما اون سلامتی رو میده یا از طریق پزشک، پرستار؟ از کجا معلوم که بهشت ابدی و زندگی جاویدان که بزرگترین نعمت خداست به دست انسان بهش هدیه نشه، به دست دانشمندان بهشون هدیه نشه؟ حالا بریم ببینیم که توی کتاب‌های مقدس در مورد بهشت چی نوشته. این صحنه رو ببینین. کتاب پیدایش. باغ عدن مسیحی. باغ پرشکوه با درخت حیات در مرکز، نور طلایی الهی از فراز، شیر و بره در کنار هم، پرندگان رنگارنگ در پرواز، چشمه‌های زلال در باغ سرسبز ابدی، گل‌هایی که هرگز پژمرده نمی‌شوند. چقدر زیباست. فرشتگان در بهشت، توی دین مسیحیته. عبریان. فرشتگان با بالهای سفید درخشان در آسمان و ردای نورانی، هاله‌ای طلایی. این بهشت یهودیاست. چقدر زیباست. چقدر زیباست. میدراش، بیت آسمانی. چه تخیلی. و همش امکان پذیره. تمام این تصاویری که من الان نشون دادم از کتاب‌های مقدسه و همشون امکان پذیره. اتاق‌های 7 خانه. 7 اتاق متحدالمرکز نور. این رو ببینین. چقدر زیباست. منبع تلمود بابلی. باغ‌های متعدد با نور فزاینده، درختان زمردین طلایی. این رو ببینین. این قرآنه. سوره واقعه، آیات 28 تا 33. اون میوه ها رو که میبینی، درخت سدر بیخار و سایه های گسترده و میوه های فراوان، نه بریده شده و نه ممنوع. حالا با اون مقایسه کن. البته شاید ما خودمون هم همین الان توی بهشت زندگی میکنیم، خبر نداریم. نمیدونم. شاید چالش نیاز داشتیم. نمیدونم. اینو ببینین. سوره انسان. چقدر باصفاست. سوره واقعه. دوشیزگان زیبا با چشمانی درشت و زیبا همچون مرواریدهای دربسته. رودخانه بهشت بودایی. جریان‌های آب، رودخانه‌های زلال و نورانی، کناره‌های جواهرین. اصلا چقدر زیباست این بهشت. ماهیان طلایی، چه تخیلی. همش هم امکان پذیره. این رو ببینین. بهشت هندوها. خیلی دوست دارم این بهشت رو یه سفری داشته. مثلا پیروان ادیان مختلف تو بهشت‌های هم میتونن سفر کنن. خیلی جالبه. این هم بهشت هندوهاست. منبع ریگودا. غوریان آسمانی، رقص الهی در سوارگاه.